تو کربلا داشتم میرفتم یه جا زدم بغل غذا کولم و جون نداشتم از تنم در بیارم. نشستم لب یه جدول یه غذا گرفتم. غذا رو گرفتم داشتم میخوردم. حسین فکر کن اینجا جدوله، یه آقای اینجا وایسا، اینجا 2 متر عرضشونه 90، یه دشتاشه چرک مرتنش، اومد بغل من یه ذره رفتم اون برتر غذامو خوردم، رفتم به این صاحب موکبه گفتم غذای خوب داری میدی، پذیرایی به این شیکی تر و تمیز دست و بالت. این بابا دست گذاشت رو شونه من او کارش نداشت. یعنی روستای اومده هیچی نداره، بس کرده سایه بشه زائرها بشینن تو سایهش غذا بخورن. ای سوخته ترین بدن زیر آب،